ای مردک تو میشینی همون رادیو تا کفته ایچ خیلی زندگیشی ای مردک در خونه نه پیوز نه سبزی نه کارتوشکا تو بشی همون رادیو تا کفته ایچ خیلی زندگیشی توبه کردم اقلا در خونه یک پیوله روغن نیسته تو چی خیلی مردکی نمو چینی همسیف و چیده نمیتونی قربان بود نامش چی بود قربان مراد بود ای خونه شبی ای دو آشیانه خونه داره ما چی در خوابگاه ای با ماشینش نمیگی جیب تو اقلا یا زپروش نداری در خانه نونی خوردن نیسته با ما جیب میگومه با ما خود آشیانه میگومه بخیر برای اجا کار بیا تو نمیفهمی ما دیگه خیلی زندگی نمیکنم ما میرم خانی آجم با خیماندی اون رو بگو در خانی آجم اگزن اونو فهمیدی زنه چی میگوی مرم قتیل نمیبری